سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به ویدئوی امروز که میخوام بهتون نشون بدم چطوری میتونیم دفاع فرانسه رو نابود کنیم. بریم سراغ حرکات شطرنج. توضیحات بیشتر رو بعداً بهتون میگم. E6 دفاع فرانسه، ما حرکت D4 رو بازی میکنیم و سیاه به مرکز ما با حرکت D5 حمله میکنه. تو این وضعیت ما میخوایم پیادهمون رو به جلو برونیم. حرکات دیگه هم وجود داره، ولی حرکت پیشنهادی من برای ویدئوی امروز که هدفمونم نابودی دفاع فرانسه است E5. یه ساختار پیاده خیلی مهم تو این وضعیت به وجود اومده که توی 95% دفاع فرانسه هم ساختار پیاده‌ای همین میشه. حتی توی شاخه‌های دیگه هم این ساختار پیاده‌ای خیلی زیاد پیش میاد. سیاه این ساختار پیاده‌ای رو دوست داره بازی کنه که خیلی طبیعیه، چون اون انتخاب کرده که فرانسه بازی کنه و اینم ساختار پیاده معروف دفاع فرانسه است. این قضیه دلیل نمیشه که ما دوست نداشته باشیم سمت سفیدش رو بازی کنیم، ولی یه جنگ روانی عجیبی اینجا به وجود اومده و اونم اینه که بازیکنای سیاه عاشق دفاع فرانسه‌ان، ولی بازیکنای سفید کمی رو مخشون مقابل فرانسه بازی کردن، که البته دلیلش میتونه این باشه که بازیکن سفید نمیدونه باید چیکار کنه مقابل دفاع فرانسه، که تو ویدیو امروز دقیقاً تمرکزمون همین موضوعه. میخوایم یاد بگیریم مقابل فرانسه چطور بازی کنیم. ولی یه استراتژی خیلی خوبم برای سفید وجود داره. اونم اینه که وارد شاخه‌ای بشیم که بازی کردنشون برای سیاه عذابه. بازیکنای سیاه دوست ندارن این شاخه‌ها رو بازی کنن. و دقیقاً هم ما می‌خوایم همین کارو انجام بدیم. یکم بریم جلوتر. C5 C3. حرکت مهم C5 تقریبا همیشه بازی میشه و ما هم باید C3 بازی کنیم تا این زنجیره پیاده‌ای رو حفظ کنیم. اگر سیاه پیاده‌مون رو بزنه، ما با پیاده میزنیم و خوشحال میشیم، چون اسبمون رو در ادامه میتونیم خونه ایدئال C3 قرار بدیم. کاری که سیاه میاد اینجا انجام میده چیه؟ شروع میکنه به D4 ما فشار میاره. یکی از دلایلی که خودم فرانسه رو موقعی که شروع کردم خیلی دوستش داشتم این بود که منم که دارم فشار آوردن و حمله کردن رو شروع میکنم. حرکت بعدی هم سیاه میخواد وزیر بیشش کنه که بازم فشار رو به مرکز ما افزایش بده. اسب F3 وزیر بیشش. پس تا اینجاش تقریبا اجباریه، خیلی شاخه دیگه ای وجود نداره. حداقل شاخه وجود نداره که حتی ارزش بررسی کردنم داشته باشه و 90% مواقع همین میشه. حالا شاید هم شاخه‌های دیگه‌ای باشه، اونقدر بی اهمیتشون نکنم، ولی خیلی منطقیه که ما تمرکزمون رو روی همین وضعیت بذاریم. ما میایم فیل دی بازی میکنیم. فیلو میذاریم تو خونه ایدئال و خونه‌ای که بهش تعلق داره. تو قطر خیلی خوب که پیاده H7 و هدف گرفته. سیاه هنوز زمان نیاز داره که قلعه بره، ولی موقعی که قلعه بره داستانه جدیدی براش به وجود میاد و ما میتونیم به شاه حریف حمله کنیم. ولی فعلا در این حد بدونیم که فیل دی حرکت خیلی خوبی میتونه باشه. از طرفی داریم به سیاه میخندیم، به خاطر اینکه سیاه استراتژیش این بود که به D4 فشار بیاره، ولی ما با حرکت فیل دی داریم به این استراتژی میخندیم، میگیم حتی اگه دوست داری D4 رو بزن، D4 رو جلو بیفت، من اصلا D4 رو نمیخوام. شاید بعضیتون بگین که من این شاخه رو میشناسم. این همون شاخه گامبی خیلی معروفه که اتفاقا سیاه هم داره همین فکر رو میکنه، ولی اتفاقا شاخه رو میخوام پیشنهاد بدم که خیلی شناخته شده نیست. سیاه پیاده D4 ما رو میزنه. بازم شاخه‌های دیگه خیلی ارزش بررسی کردن ندارن. بعدن که این ویدیو رو ببینید خودتون هم میتونید مقابل بقیه هم بازی کنید. تو این وضعیت بازیکن سیاه انتظار داره که ما با سی پیاده دیچار رو بزنیم. ولی ما قلعه کوچیک میریم و این شاخه ناشناخته‌ایه که برای سفید وجود داره. مورد تایید انجین این حرکت پیشنهاد انجینه. مگنس کارسن این رو بازی کرده. پس اگه کارسن بازی کنه نمیتونه شاخه بدی باشه. مقابل هری کریشنا اینو بازی کرده که یه فرانسه باز حرفه‌ایه و هری کریشنا مثل آب خوردن میبازه. مطمئنا این شاخه رو آشنایی نداشته و خیلی راحت میبازه. ولی خوبی این شاخه اینه که انجینی نیست. درسته مورد تایید انجینه، ولی شاخه انجینی نیستن. بازی برای سفید خیلی راحته و این سیاهه که در عذاب میره و وضعیت‌های معمولش نیستن. قبل از اینکه راجع به این شاخه بیشتر بهتون بگم، خیلی قدرتمند و ساده است. این حرکتیه که سیاه انتظار داره ما انجام بدیم که شاخه واقعا باحالیه، سلاح خیلی خوبی برای بازی بلیتز. سیاه اینجا باید با فیل دی 7 شروع کنه و باز ما نمیخوایم دی 4 رو حفظ کنیم، قلعه کوچیک میریم. سیاه پیاده رو میزنه. برای بازی بلیتز واقعا عالیه، خیلی عالیه. بازی برای سیاه واقعا سخته. پیاده بعدی رو بزنه احتمالاً از این وضعیت ها خبر نداره و قراره که ببازه بازی رو، چون اینجا بهترین حرکت A6ه. ولی حتی اگه A6 هم بازی کنه، من خودم اینو بلد بودم A6 رو، ولی همیشه تو این شاخه‌ها میباختم با سیاه.
پس میدونم چه وضعیتایی واقعا برای سیاه بازی کردنشون سخته. در هر صورت ما برای ویدیو امروز نمیخوایم دیچا رو بزنیم و میخوایم قلعه کوچیک بریم که مورد تایید انجین هم هست. قبلی مورد تایید انجین نیست ولی در عمل بازم شاخه خوبی. اینجا بازی خیلی ساده است. بازیکن‌های سیاه معمولا دو تا واکنش تو این وضعیت نشون میدن تقریبا همیشه. بازیکن‌های آماتور خیلی دوست دارن سیسه رو بزنن که واقعا هم طبیعی به نظر میرسه. میتونیم درک کنیم چرا همه دارن سیسه رو میزنن. ولی بازیکن‌های قوی‌تر مخصوصا استاد بزرگا دیگه همشون اینو تشخیص میدن که دی در سیسه خوب نیست چون به گسترش سفید کمک میکنه و میان اینجا فیل دی 7 بازی میکنن یا اسپی 7 بازی میکنن یا این دوتا رو پشت سر هم انجام میدن به هر ترتیبی که دوست دارن و سیسه رو نمیزنن. کلا نمیزننش و منتظر میمونن ببینن سفید چیکار میکنه. حالا اگر جایی دیدین که میتونیم دیچا رو بزنیم و پیاده جلو بیفتیم، در واقع پیاده‌مون رو پس بگیریم، که این کار رو انجام میدیم. ولی فکر نکنم فرصتی پیش بیاد که مثلا ما دیچا رو بزنیم بدون اینکه اصلا از دستش بدیم. برای همین ما تو شاخه‌هامون دیچا رو نمیزنیم. حالا بهتون نشون میدم که چطور بازی میکنه. بریم سراغ حرکتی که خیلی زیاد بازی میکنن و زیادم خوب نیست. دی در سیسه، اسب در سیسه. حرکت بعدی فیل ایسه. بازی خیلی راحت برای سفید. فیل ایسه و از نبود پیاده دیچارمون داریم اتفاقا استفاده میکنیم و وزیر سیاهو اذیت میکنیم. فرض کنیم فیل دی 7 میتونه اسبی 7 هم بازی کنه، ولی یکی از مشکلاتی که اسبی 7 داره رو بهتون نشون بدم. بعد از فیل ایسه واقعا ممکنه تو بازیتون پیش بیاد. وزیر میره سی 7، اسب بی 5 و تمام. سفید برد بازی رو، تموم شد. اسب میاد دی 6 کیش، بعدش اف 7 رو میزنه. سفید داره بازی رو میبره. یکی از مشکلات اسبی 7. البته سیاه میتونست وزیر رو دی 8 بذاره که باید همین کار رو انجام میداد. خب خیلی فرق نمیکنه بین این دوتا حرکت. فیل دی 7 رو ببینیم که حرکت بهتریه. فیل ای 3 به وزیر داریم حمله میکنیم. وزیر در بی 2 حرکت انتحاریه. سیاه وضعیتش بازنده میشه که بهتونم نشون میدم چه مدلایی ممکنه سیاه ببازه. حرکت خوب وزیر دی 8، این بهترین حرکته. و حرکتی هم که تقریبا هیچ وقت جواب نمیده دی 4. این چنگالیه که اصلا نباید نگرانش باشین و اتفاقا سفید وضعیتش خیلی بهتر میشه. اسب در دی 4 جواب نمیده برای سیاه. و اگر سیاه بزنه این حرکت رو باید یادتون باشه، میتونه خیلی قوی باشه. وزیر جی 4 و خوبیش هم اینه که اگر سیاه فیل سی 5 کنه میتونیم جی 7 رو بزنیم و اینجا رخ حریف رو میزنیم و وضعیتمون بهتر. اینجا باید اسب چیش کنه که ما هم اسبش رو میزنیم و داریم بازی رو میبریم. برتریمون البته خیلی زیاد نیست ولی برتری با سفیده چون معلومه گسترشش هم کامله. پس بعد از فیل ایسه دی 4 جواب نمیده. بریم سراغ حرکت انتحاری وزیر در بی 2. یه تاکتیک معمول توی شطرنج. وزیر در بی 2 که بازی میشه معمولا این اسب بی 5 خیلی قویه چون هم داریم میریم سی 7 چنگال کنیم، هم وزیر سیاه تقریبا توی دام افتاده. ممکنه حتی کلا از دست بره اگه سیاه مراقب نباشه. خب رخ سی 8. حالا میتونیم با رخ یک شروع کنیم. حرکت خیلی خوب. یه نگاه به ای 5 داریم. معمولا رخ یک رو همیشه بازی میکنیم و همچنین داریم میایم خونه ای 2. خب همینجا هم میتونیم آنالیزمون رو متوقف کنیم. وضعیت به نفع سفیده ولی شاید بگین که ما دوست داریم بیشتر ببینیم، مثلا بهمون نشون بده که سیاه چطور ممکنه ببازه. این A6 خیلی زیاد بازی میشه و همچنین اسب در E5. این دوتا رو الان بهتون نشون میدم. اگر A6 کنه رخ E2، رخ B1 هم خوب بود ولی رخ E2 تقریبا توی دام افتاده، شانس آورده B4 رو داره. حالا رخ B1 همینجور داریم از وزیر سیاه زمان میگیریم. وزیر A5 میتونه E7 هم بره که E7 البته نمیتونه بره چون اسب D6 کیش میدیم و اگرم A5 بره که خیلی طبیعی تر به نظر میرسه، تمام. سیاه سنگین تره که تو این وضعیت انصراف بده. الان دیگه وزیر هیچ خونه ای نداره و تو دام افتاده، هیچ خونه ای. و اگرم فیلو بزنه اسب D6 کیش میدیم و وزیرشو میزنیم. حرکات اونقدر اجباری نیستن، یعنی سفید حرکات خوب دیگه هم داره ولی این یه ادامه خیلی طبیعی بود که نشونتون داد. مثلا اینجا میتونیم رخ B1 هم بازی کنیم. پیاده A2 هم بدیم و اون وضعیت هم به نفع سفیده.
اگر اسب در E5 بزنه بازم کلی حرکت مختلف. فیل D4 میتونه اسب F با کیش بزنه که شانس آورده که میتونه این کار انجام بده و بازم وزیر سیاه جاش خیلی بده. داریم A7 رو میزنیم، این یه تهدید که به رخ حمله کنیم بعدش بتونیم اسب حتی برگردونیم و همچنین داریم D5 رو میزنیم. پس این تهدیدایی هستن که تو این وضعیت داریم. مثلا اگه وزیر D2 بازی کنه میتونیم A7 رو بزنیم که رخ زیر ضرب میره، بعدش هم میتونیم اسب رو برگردونیم، دوباره داریم C7 کیش میدیم، داریم D5 رو میزنیم. فیل D3 همون یه مقدار بی‌دفاعه ولی خب دیگه به همین چیزا فکر میکنیم. فیل D3 بی‌دفاعه، شاید قربانیش بدیم D5 رو بزنیم، شاید هم مثلا دفاع کردیم بعدش D5 رو زدیم. ولی با این وضعیت سیاه در عذابه. مطمئن باشین سیاه دوست نداره اینو بازی کنه. این دفاع فرانسه نیست، این یه وضعیت که از دفاع فرانسه به وجود اومده، وگرنه جزو دفاع فرانسه محسوب نمیشه اینجور وضعیت. استراتژیای معمولش جواب نمیده. خب پس اینم از این دو شاخه و کلا این شد شاخه انتحاری وزیر در B2 که ما رخ E1 میکنیم. این حرکت قوی ترینه با حرکاتی مثل رخ E2، رخ B1، اسب B5 خیلی قوی. اولش باید حتما با اسب B5 شروع کنیم، بعدش رخ E1، رخ E2. خب پس فیل D7، فیل E3، وزیر D8. حالا سعی میکنیم خیلی ساده بازی رو ادامه بدیم. رخ C1، زیاد نباید نگران این باشیم که یه پیاده کمتر داریم، باید به وضعیتمون ایمان داشته باشیم. بعدش هم میتونیم رخ E1 بازی کنیم. یه حرکتی که بازیکنای سیاه دوست دارن به هر دلیل اینجا بازیکن A6 از اسب B5 میترسن، ولی ما تا A6 رو میبینیم اسب H4 یه سیگنال خیلی خوب برای ما میشه و این اسب H4 میتونه حرکت خوبی باشه. بلافاصله هم معمولا حرکت خوبیه، یعنی سریع به ذهنمون میرسه که این دفعه اسب رو بذاریم H4 از خونه‌های ضعیف سیاه میتونیم استفاده کنیم و این فیلم داره استفاده میکنه از نبود پیاده D4. مثلا B5 اسب رو میتونیم C5 بذاریم یا B6 هم خوب بود. خیلی از بازیکن‌ها اسب B7 میکنن که خدا حافظ بهتر انصراف بده. اسب میاد D6 و تمام. و اگرم بخوان اسب رو بزنن فیل در C5، حالا از خونه‌های سیاه داریم خیلی استفاده میکنیم. بعد از اسب B7 میتونیم رخ E1 بازی کنیم، قلعه کوچیک اگه بره. هدیه یونانی داریم فیل در چپ، اینجا برای سفید برنده است، ولی خب اینا دیگه حفظی نیستن که بخوام بهتون نشون بدم. فیل در چپ هدیه یونانی اسمشه این تاکتیک. بعدش از G5 کیش میدن، بعدش وزیر میاد داخل و این هدیه یونانی توی دفاع فرانسه پیش میاد. خب پس اینم به عنوان قانون کلی A6 دیدیم اسب H4 میتونه حرکت قوی باشه. اسب B7 حرکت خیلی بهتریه، نیازی به A6 نیست که جلوی اسب B5 ما رو بگیره. اینجا میتونیم رخ 1 کنیم. سیاه میخواد اسب بذاره G6، میخواد فیل F کنه قلعه کوچیک بره. میتونیم این اجازه رو بهش بدیم، ولی فیل G5 حرکت خیلی جالبیه چون یه دام خفن هم میذاریم. اگر H6 کنه تمام، بهتر انصراف بده بعد از حرکت اسب B5. اسب D6 و مات. و ممکنه واقعا بازیکن‌ها تو این دام مخصوصا بیفتن. اصلا واضح نیست که اسب B5 بازی تموم میشه، چون اگه فیلمون رو بزنه اسب D6 سیاه مات میشه. خب فیل G5 رو میتونن A6 کنن که به شکل ماورایی متوجه تهدید میشه که واقعا قابل تحسینه، ولی ما میتونیم اسب H4 بازی کنیم. حالا اگه H6 کنه میتونیم فیل رو برگردونیم خونه E3 و تقریبا شبیه سابق شد. بازم باید به این وضعیت ایمان داشته باشین، سعی کنید با دقت بازی کنید و بیرحمانه به حریف فشار بیارین و تهدید به وجود بیارین. فیل داره میاد B6 اگه دوست داشته باشیم، اسب داره میره خونه B6 اگه دوست داشته باشیم بازی کنیم و بازی کردن برای سیاه راحت نیست. مطمئن باشید. پس اینم از تمام شاخه‌های اینکه سیاه چیکار کنه؟ پیاده C سر رو بزنه. این وضعیت اگه C سر رو بزنه. ولی خب گفتیم حرکت قوی‌تر برای سیاه اینه که پیاده C سر رو نزنه. ما تا یک حرکت انتظاری بازی میکنیم. یه بار دیگه بهش فرصت میدیم که C سر رو بزنه. رخ 1 بازی میکنیم. اگرم از B7 هم بازی میکرد بازم همین رخ 1 رو بازی میکرد. که اینجا کلی از بازیکن‌های سیاه میزنه. یعنی کسایی که قبل نزدن اینجا دیگه میزنن. نمیدونم دلیلش چیه. اگر تشخیص دادی نزنی الان چه واجبیتی داره که بزنی.
استاد بزرگا نمیزنن، میان اسبی اف میکنن. اگر بزنه هیچ فرقی نمیکنه، شبیه سابق بازم داریم فیل ایسه میکنیم و از اینجور داستان. پس فرض کنیم اسبی 7. خب دیگه نمیخوایم انتظاری بازی کنیم. حرکت H4 خیلی خوبه که انتظاری هم لزوما نیست، اتفاقا حرکت حمله‌ای که میخوایم بازی کنیم. ولی H4 یکم حیف الان بازی بشه. بذاریم قلعه بره، بعدن H4 اونا داستاناشو براتون تعریف میکنه. H4 بازی نمیکنیم اینجا و کافیه دیگه حرکت انتظاری اسب B D2. بازیکنای سیاسیسه رو میزنه. پیاده سیسه پیاده خوبیه. داره خونای سه رو کنترل میکنه. اسبمون رو میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بذاریم B3 بذاریم D4. این راه گسترشی ماست. سیاه میاد اسب G6 میکنه. میخواد فیلی 7 کنه و قلعه کوچیک بره. ما اسبو میذاریم B3 به طرمون ادامه میدیم فیل E7. اگر به جای فیل E7 بیاد وزیر C7 بازی کنه، داره پیاده‌مون رو میزنه، خیلی راحت با وزیر E2 دفاع میکنه. پس نگران این موضوع نیست. ولی فیل E7 خیلی پرطرفدارتره. حالا با رخ B1 شروع میکنیم. میتونیم هم اسب D4 کنیم، ولی با رخ B1 شروع میکنیم. سیاه میتونه قلعه کوچیک بره که اگر قلعه کوچیک اینجا بره ما میتونیم با H4 مون شروع کنیم. این ایده رو میبینیم. خیلی قویه و احتمالش هم زیاده که سیاه ببازه. ولی اینجا موقعی که ما رخ B1 میکنیم خیلی از بازیکنای سیاه میان وزیر C7 میکنن. نیازی نبود نگران وزیرشون باشن که تو ستون رخه، چون برخواست خاصی نداریم. ولی به هر حال دوست دارن با وزیر C7 شروع کنه. گفتم اگر اون قلعه کوچیک میرفتن ما H4 مون رو بازی میکردیم. اینجا وضعیت جالب و مهمیه. به نظر من ما میتونیم اینو شاخه اصلیمون محسوب کنیم. مثلا تو بازی خودم اگه بخوام در نظر بگیرم با حریف همسط خودم، احتمال قابل توجهی میدم که به اینجا برسیم. احتمالش پایینه که به اینجا برسیم ولی بازم قابل توجهه. برای همین برای من میارزه که این وضعیت رو بیشتر بررسی کنم و ببینم اگر اسب D4 کنم چی میشه. اینو دیگه میذارم به عهده خودتون. ولی وزیر E2 حرکت پیشنهادی منه که ساده نگه داریم. از پیاده E5 دفاع کردیم. سیاه قلعه کوچیک میره. H4. احتمالش بالا سیاه H4 رو بزنه و ببازه. H4 رو بزنه میبازه. نزنم که ما H5 میکنیم. خب. با چی بزنه پیاده H4 رو؟ با فیل بزنه که راحت میبازه. اول اسبشو میزنیم. بعدش فیلشو میزنیم. میبریم. و اگرم با اسب بزن این یکی خیلی بیشتر پیش میاد که ما با اسب میزنیم، با فیل که زد وزیر H5 و تمام. H7 مات، فیلشو میزنیم، یه سوار جلو میافتیم. پس سیاه نمیتونه H4 رو بزنه. و H4 واقعا حرکت مزاحمیه چون اسبش مجبور میشه بره خونه‌های خیلی بدی. اینجا من حدس میزنم اگر حریفم هم سطحم باشه و سطوح بالاتر شایدم پایینتر، حرکت F6 رو پیدا میکنه که بهترین حرکته. خیلی حرکت سختی نیست چون از حرکات معمول دفاع فرانسه است. و اگر این F6 نبود خیلی موقع سیاه اصلا کلا بازنده میشد. حرکت دفاعی سیاهه. خیلی موقع هم F5 میتونه خوب باشه که سفید حالا میتونه در اون صورت شاید آن پاسان کنه. ولی F6 اینجا سیاه تقریبا نجات میده و وضعیت مساویه چون داره با اسب پیاده E5 رو میزنه. اینجا ما میتونیم پیاده F6 رو بزنیم. این یه حالت که برای ما هم خوبه. میتونیم فیل در G6 بزنیم. من اینو میخوام بهتون نشون بدم و فیل F4 کنیم. اینم شاخه‌ایه که برای سفید خیلی جالب. اگر سیاه پیاده‌اش رو به جلو برونه خونه G5 ضعیف سفید بهتره. فیل G5 سفید اینجا میتونه فشار بیاره و سفید هم قطعا بهتره. ولی حرکت طبیعی تر اینه که ما باید با فیل بزنیم چون فیلمون زیر ضرب بود. با اسب میزنیم و این میشه دیگه شاخه اصلی ما که وضعیت جالبیه. دو تا اسب جالب داریم که میتونن تو خونه‌های D4 و E5 بشینن. برای سیاه به این سادگی نیست C رو بزنن چون همیشه باید در نظر بگیره اگر یکی از رخامون اومد توی ستون C براش خیلی بد نشه بعدش هم بریم مثلا بالا. یه تهدید دیگه که سیاه باش مواجه اینه که ما G6 رو بزنیم و بعدش هم شاید وزیر H5 بازی کنیم. مثلا یه ادامه رو بهتون نشون بدم. فیل در H4 داره F2 رو میزنه، G3 فیل F6 پیاده G6 رو میزنیم و C3 رو بزنه احتمالاً توی دردسر میفته. فرض کنیم رخ رو تکون بده و مجبور نیستیم وزیر H5 بازی کنیم ولی میتونیم هم وزیر H5 بازی کنیم با ایده تکرار وضعیت و مساوی کردن بازی.
بد نیست این انتخاب هم داشته باشیم که بازی رو مساوی کنیم. مثلا سیاه E5 کنه، مجبور نیستیم تکرار حرکت کنیم، ولی بازم این انتخاب رو داریم که بازی رو به این شکل مساوی کنیم. سیاه باید برگرده خونه G8. اگر بیاد E6 دنبال دردسر میگرده و سفید داره بازی رو میبره. پس باید برگرده، ما هم میتونیم کیش بدیم و دوباره بیایم خونه H5. هیچ جای حرکاتمون هم اجباری نبود، میتونستیم این کار رو انجام ندیم و بازی رو ادامه بدیم، ولی خب چون از جهاتی هم یه شاخه رو انتخاب کردیم که دام زیاد داره و سیاه ممکن خیلی سریع ببازه، اگر دیدیم سیاه واقعا آماده است، حرکات خوب داره بازی میکنه، خیلی خوبه که این شاخه رو هم داشته باشیم که بتونیم مساوی کنیم. پس این از شاخه بود که میخواستم بهتون نشون بدم. یکی از ویژگی‌هایی که دفاع فرانسه داره اینه که فرانسه بازا اصولاً فرانسه رو زیاد بازی میکنن. از هر 10 تا بازی که سیاهن 8 تا شات داره فرانسه میشه. 8 تاشو حریفشون E4 میکنه، اینا هم هر 8 تا رو فرانسه بازی میکنن و هی تجربهشون بیشتر و بیشتر میشه. در صورتی که ما سفیدیم، شاید از هر 10 تا بازی که E4 کنیم فقط یه دونش فرانسه بشه و تجربهمون پایین‌تره توی دفاع فرانسه. برای سوپر استاد بزرگا که این قضیه فرق میکنه، قطعا اونا اطلاعات و تجربهشون خیلی بالاست. ولی تو سطوح آماتور یکی از دلایلی که نتایج سیاها خیلی خوبه همین موضوع تجربه است و اینکه با استراتژیش بیشتر آشن. ولی اگر وارد همچین شاخه‌ای بشیم، بازی برای سیاه هم به شدت سخته و میتونیم نتایج خوب بگیریم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و بتونید تو بازیاتون از این شاخه استفاده کنید. خیلی ممنون که تا پایین ویدیو با من همراه بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.